اینا رو یادگاری داشته باشید. نمیگن اینا رو جایی، یکی هم بگه میکشنش. کشور ایران مساحتش معادل با 22 کشور دنیاست. خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، ژاپن بیاد میشه این 5 تا است. گیلان و آذربایجان شرقی میشه کشور پرتغال، آذربایجان غربی میشه دانمارک، سمنان مجارستان، تهران میشه کشور السالوادور که تو آمریکای مرکزی، زنجان میشه کشور تایوان، کردستان میشه لبنان و قبرس با هم، همدان میشه کشور شیلی، استان مرکزی اندازه سوئیس، کرمانشاه اندازه جیبوتی، ایلام اندازه کویت، خوزستان به اندازه اسرائیل با هلند، اصفهان اندازه آلمان شرقی، سیستان بلوچستان هرمزگان اندازه آلمان غربی، انگلیس اندازه یزد و کرمان ماست، بوشهر ما اندازه آلبانی، چهارمحال بختیاری اندازه جامائیکا، کهگیلوی بایراحمر اندازه کشور باهاما، استان فارس اندازه کشور اتریش، لرستان اندازه بلژیک. با 32 تا تیم جام جهانی را میندازن. ما خودمون به تنهایی 23 تا کشور دنیاییم. خب جمعیت ما چقدره؟ 83 میلیون. ژاپن چقدر جمعیت داره؟ نزدیک 130 میلیون. ما مشکلی که باور نداریم. ژاپن 5 تا استان ما. انگلیس، آلمان، اتریش، سوئیس، بلژیک، شیلی، همچین کشور. استعدادهای کشف نشده ایران، یعنی میرن کشورها رو بررسی میکنن، میگن این کشور چقدرش کشف شده، چقدر کشف نشده، چقدر ظرفیت داره، یعنی چقدر بکره. گفتن در تمام دنیا کشور اول از جهت اینکه استعدادش کشف نشده ایرانه. نفت و گاز مجموعش با هم تو دنیا اول، یعنی استعدادش کشف بشه دنیا رو میخوره، همه دنیا رو تحریم میکنه. آخه اینا میخندنده. بعد انگلیس ما رو تحریم میکنه، همه میترسن، همش میخوان ما رو تحقیر کنن، تو سرمون بزنن، نفهمیم چی به چیه. بزن یه گزارش تاریخی بدم جگرتون آتیش بگیره. امشب جنگ جهانی اول اتفاق افتاد 1914 تا 1917 میلادی. بین 40 الی 50% جمعیت ما تو 3 سال نابود شد. ما جمعیتمون سال 1914 میلادی 20 میلیون بوده. تخمین میزدن میگفتن 5 سال بعدش خیلی 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 جمعیتمون کم باشه، باید 21 میلیون باشه. 1919 جمعیتمون چند میلیون بوده؟ 11 میلیون بوده. 10 میلیون جمعیت ما کم شده. جمعیت تهران 1917 400,000 بوده، 1920 200,000 بوده. تهران نصف شده تو 2 سال. این یه نمونهشه تو جنگ جهانی اول. عراق چند ساله داره میجنگه با آمریکا و داعش و اینا، هنوز کشتاش به 2 میلیون نرسیده. انگلیس تو 3 سال 10 میلیون از ما رو کشت. ما 500 نفرمون تو حج تو منی از دنیا رفتن اینجا داشتیم بالبال میزدیم. 500 نفر به 1000 تا نمیرسید. 10 میلیون آبا و اجداد من و شما. 10 میلیون. چند تا کشور میشه 10 میلیون؟ بحرین 1 میلیون جمعیت داره. 10 تا بحرین رو قتل عام کردن. بعد میاد تو انتخابات‌های ما بگه به این رأی بده به اون رأی نده. انگلیس سال 94 انتخاب مجلس رهبر انقلاب قانون رادیوی BBC داره میگه به این لیست رأی بده به اون لیست رأی نده. به لیست انگلیسی رأی ندیم. اینا یه دور قتل عام کردن. کی دیگه ما باید حواسمون جمع بشه؟ چند بار دیگه باید قتل عام بشیم؟ البته الان قوی شدیم، الان رو پای خودمونیم. الان تنها ضربه‌ای که ما میتونن بزنن که همین هم وای میسیم ما نزنن، درستش میکنیم خودمون با هم. تنها ضربه‌ای که میزنن اینه دارو رو تحریم کردن. اون بیماری خاصی که داروش تو ایران نیست، مریضش داره اذیت میشه، خدا لعنتشون کنه. ولی یه زمان بدون کلا قتل عام میکردن. الان زورشون فقط به همین حد میرسه. حواسمون جمع کن یه جور دیگه به ما نگن ماجرا. میگه ببین این بیمار خاص داره میمیره، تو یا آخون موظفی. تو چرا اون 10 میلیون کشتن صدا در نمیاد؟ مرد شدی حالا؟ ما 10 میلیون قحطی رسیدیم به اینجا. اینو بگو. تاریخ چپه میگه. بعد جوون دانشجو بعد میگه من نمیدونم نره بزرگ کیک بیماری خاص داره میمیره. آقا تمومش کنی. تمومش کنم که بیان 10 میلیون قتل عام کنم. تمومش میکنیم. رو پای خودمون وای میسیم، دارو رو هم میسازیم تا انگلیسی‌ها و غربی‌ها برای همیشه گورشون رو از این مملکت کنن.